سلام دوستای عزیز، اومدیم با بازی کلاش آف کلنز. خب بریم سراغ خریدن توپ خاردار با 3100 تا کفش طلایی. یه باری نگاه کنیم کارای توپ خاردار رو. خب بریم سراغ خریدنش و قفل توپ خاردار رو باز کردیم. خب بریم که برای کینگ بربرمون فعالش کنیم. توپ خاردار خب لول 7 تخریب میکنه. تفریز کردن به جای خشم کنیم دوستان، چون فکر کنم چون دستکش بزرگش میکنه شاید تخریبش هم بیشتر بشه. خب حالا بریم خب نیرو آماده شد دوستان، اتکش رو میذارم. بریم تا دوباره بیاد.